ساکن جماعت شهرک بخش ناحیه وخش چینیگل زیادعلیова شکرگزار از آن است که باز به بهار نو رسیدیم. سهمین مادر مشفق که در گذشته به صفت آموزگار صنف‌های ابتدایی فعالیت نموده است، در تربیت نسل نورس ارزنده است. این مادر زنده‌دل و دریادل 107 ساله از آمدن بهار، صلح و امنیت کشور یک جهان خوشنود و سرفراز است. سیر درازعمری‌اش را در روزگار خوش و با سعادت و احترام فرزندانش می‌داند. این مادر مشفق صاحب 8 فرزند، 69 نبیره و 26 ابیره میباشد. فرزندان و پیوندان احترامش را به جا آورده نمیگذارند که مادر در خود احساس پیری و ناتوانی کند. خاله چینیگل وصف بهار و نوروز عالم افروز را میکند. چون به بهار رسیدیم، شادی و نشاطی بی پایان نموده از روزگاری با سعادتش در حلقه پیوندان شاد و ممنون است. آدمی از دعا می‌سبزد و نهال از آب، میگوید او. شاید دعا این مادران مشفق است که تاجیکستان عزیز ما گلگل شکوفان است و ما ساکنان حیات پرنشاط را به سر میبریم. مادران با دل بزرگ همیشه خواستگار سلامتی و روزگاری با سعادت ما فرزندان میباشند. بهار عمر مادر به خزان باشد، چون زن مادر فرشته معجزه آفری حیات است.